دوستان امروز ما سه تکابر آمدیم میریم طرف چکر بازار بالا جاوید و این طرف هم جناب فریدون دیگه امروز میبراییم یک ذره قدم زدن میریم بیا یک ویدیو یادگاری و خاطره ساز بگیریم دیگه آماده هستیم اما کسی میریم یگان سودا میگیریم و سوپر استور میریم و شاد میریم یگان مال باور میریم پارک میریم و فقط شما نمرایی کنیم روز رخصت پیش بگم بله امروز شنبه است ما بیکار هستیم هر روز بیکار هستیم خب امروز با بیکار نه بیایی بار نمرایی کنیم تمام هست که میبینین این بر آمدیم و آب هوای وانکوور کانادا و منطقه کوکتلاب خیلی زیباست و هنوزم چمنهای ما خشک نشده یکی از خوشبختی ماست دیگه ما قرار است بخراییم بیاییم دیگه دوستا زمستان از خشک نشده تابستان بیاییم که میبراییم نه دیگه خب فهمیده شوه که نه توسط نمی صوتی سلیپی گرفته امکان نداره او کنه داخل کوکتلاب سنتر یک قدم میزنیم و میریم طرف پارک و از پارک هم میریم طرف سوپر استور. فرایدون چرا خدا گوشه میگیریم؟ ایسا یک سفر تفریحی و یادگاری و یک خاطره. اوکی؟ Come on. Let's go. Yeah, let's go. No problem. Yeah. Faridoon بسیار کم گپ است. حالا جاوید؟ بله ما آمدیم سیر کردن و همین یک سر مال بزرگ است واقعا آدم باید سیر کنیم
چی؟ خب دوست عزیز بیا این یک جایی که بسیار خوب آمد آرام آرام ممکنه سر صدا شد یک جای بسیار زیبا و مقبول است آمدیم ما اینجا دیگه و از اینجا دیگه همونطور میریم یک پارکک زیبا است و از پارکک زیبا هم دوباره رفتیم یک ذره سودا خرید میکنیم و بعدش هم همراه اینمی رقم دوست اینجا استاد است دارم میکنه بریم بابا باشید لالا جای فامیلش ما قید خونی است کدام فامیل کدام فامیل دخترم قیدگیر باشه نه خود دخترتون خود تولد همیشه از هیچ قیدگیر نیست قید چرا قدر فرار میگن از کامره دیگه دوستا اینم تو بر آمدیم اینم تو یک روز قدم زده و چکر زده و فقط یک روز گمیز دیگه فریدون بسیار کم گپ میزنی بله دیگه ما گپ نمیزنیم بخاطر ویدیوی ما در کامره رو میاریم و فامیلای ما قید است و قدر اچی نداریم مسئولیت ما زیاد خیلی خوب خب دیگه توکل به خدا بیا میگردیم و قدم میزنیم یکان جای مجبور قیدگیر خیلی متعصب نباشه متعصب نباشه قدگیر باشه خیر قیدش قبول داریم بله تعصبش هم قبول ندارم دیگه من کسیم یک آدم مست و ملنگ و شاد هستم اینم یک آدم خوش می با شوقی میبرایم و ویدیو میگیرم و فیلم میگیرم و کتینمی فقط به عنوان یک یادگاری در صفحه مجازی را حک میکنم و تا که یک وقت ببینم حال خود جوان هستیم یک وقت شاید پیر شویم با دیدن این ویدیوها یک ذره کموتو حال هوای ما دیگه خواهد شد دیگه زندگی همین است دیگه میبینید دوستای بسیار نازنین داریم واقعیت کچان ساتم تیر شوخی مذاق بین ما بسیار همونطور نرمال است دیگه قید نیست می‌نمید یک ذره فامیلش قید است کت شوق مذاق نمی‌کنه اجازه فامیلی نداره من مجبور یک روز همراه فامیل ازی به تماس شم اجازه ازی را بگیرم دیگه لالا جاوید ما کس خودش دیگه صاحب اختیار است نه فامیل داره و نه دیگه فامیل از افغانستان است خوره بدر از دیگه خب نه دیگه او نمیشه همون فامیل اونمو زن و فرزند و اونمو مادر و پدر از دیگه از او هاش دیگه بربط ما نمیشه او عقب نداره در مورد ما چیزی رو قضاوت بکنه دیگه ما خودم هستیم و خودم میدرنگانیم چی گفتین؟ اما گفته سمت مزار از بخیر خودم خورجینم بله گفتلم و بایسیکلم برای بلرسانی همونطور است واقعا دیگه خیلی خوش میگذره و تال را خوب این دم خوش گذشته میگردیم و قدم میزنیم چی گفتی؟ میگذرد دوستا یکم جاهای کوکتلا من نشان بده که والا کوکتلا جای زیاد داره و به هوای مناسب فعلا نیست به خاطر از اینکه کوکتلا هم دیگه کوکت جاست لامش نیست کوکش مانده لامش رفته ما خطر نیدیم لاما خب کانادا را بالعموم این همه قسم شده یکی جنه تمام شهرهایش همین قسم شده دیگه فقط نام مانده و نان نه در کانادا نام مانده و نان نه این کسایی که واقعا علاقه دارن آرزو دارن که بیاین کانادا اما یک بار از ما و لالا جاوید پرسان بکنن از طبیعی که با سرگذشت بله چون ما داخلش هستیم البته شکایت نمیکنیم که خراب است از یک نگاه منتها یک ذره اوضاع اقتصادیش
برهم خوردن. پایان آمده. برهم خوردن انشالله خود جور میشه خود تا اون زمان یک ذره حوصله و صبر و شکیبایی ضرور است. با نزدیک با تقاوتی من باز میشه جور. دیگه این دوستا ما را اکثریت میفهمن که ما در 12 کشور گشتیم و ویدیوهای ما در صفحات اجتماعی است دیگه، کل شهرها را گشتیم. با خیالم شاگرد کاکا آصف شد. دیگه دیدن نه واقعا از ما به ثبوت است. در صفحه تیک تاک ما که نمیال ویدیو را میبینن یا در دیگه صفحات یک بار سر بزنن ببینن که از کدام کشورها ما گشتیم دیدیمش باش که یک چند دیگه. اینستاگرام تیک تاک والا سفیر احساساتی کامل. نه احساساتی نداره دیگه. یعنی هدف ما بود کل جای گشتیم دیدیم. هم واقعا کانادا و امریکا یک کشور است که واقعا یک ذره از لحاظ امنیت خیلی بالاست. از امریکا هم کرده کانادا امنیتش خیلی خوب است. این واقعیت است. امریکا حاضر فامیل از 3 فامیل یک فامیلش یک تفنگ داره. درصد در امریکا قسم از 3 فامیل یک فامیل حتما تفنگ دارن. واقعا بدماش دول هستن. باز خود اگه ناک کاوای نگفتنش کاوای بچه. با او هندکترین سخت گپ بزنی یا گفتگوی بکنی دفعتاً بالای دوار میکنن، شلیک میکنن دیگه. و از همین خاطر ما در امریکا که زمان بودم باور کنین ما اکثری اوقات در طرف شب نمیتونستم برام، به خاطر که بعضی کسایی که از ما قبل روز زندگی زیاد کردن باز میگم که بعد از ساعت 10 11 یا 12 شب بیرون نبرید، به خاطر که یک دو افراد لابالی و اوباش هستن که ما بود خدا نخواسته نشه که شما را اذیت بکنه. از اون خاطر یک ذره اما اینجا که من میبینم هر وقت شب که برای هیچ کدام گپ نیست دیگه. خیلی خوب است کانادا از لحاظ امنیتش. کانادا یکی از تاپ‌ترین کشورهای است که امنیت داره. بله در امنیت واقعا در کشور که دومین کشور باشد. بله بعد از سویدن. بعد از کجا؟ سویدن. یعنی بعد از سویدن دومین کشور که امنیت بسیار بالایی داره کاناداست دیگه. توکل به خدا. برای فعلا خداحافظ. باشه کمی این بلا را جور کنم دیگه. ای هم از پارک و محصه ملالا جاوید و فریدون مخفی تخلص شما مونده دیگه نمیخوای آشکارا باشه نه از خاطر مخفی دیگه. ببینیم و بگردیم و مگه متاسفانه گروپ ها خاموش هست چون وقتش نیست. صبح هم نیست دیگه 4 تا روز گروپ روشن چرا بکنن لاودا خو نیست. دیگه سعی کنیم این پارک اگه نگاه نماغه کاش نشان میتونم ببینید شما با موش ما هسته.